خب بریم با هم شروع کنیم به یادگیری اولیه اکسل. شرط اولیه کار کردن با اکسل اینه که حتما نرم افزار آفیس روی سیستمتون نصب باشه، ورژنش مهم نیست و سریع ترین راه ایجاد یک فایل اکسل اینه که روی دسکتاپتون کلیک راست کنین و از قسمت نیو میکروسافت اکسل رو انتخاب بکنین. بعد اینکه ما میکروسافت اکسل رو باز کردیم نرم افزارش رو، ما یه صفحه میبینیم که کاملا به صورت شطرنجی و جدول طور هستش و چون ما اصولا میخوایم ارائه هامون و گزارش هایی که میدیم فارسی باشه، باید چینشش از راست به چپ باشه، نه از چپ به راست. پس برای همین از تب پیج لایت قسمت شیت رایت تو لفت رو میزنیم و میبینید که تمام صفحه برای شما از راست به چپ چیده میشه.